تأثیرات شدید کووید 19 به جیب ابردست‌ها سبب آن شد که ما خریداری سه رقمه را در چمپیونات‌های پیشرفت اروپایی ندیدیم و ما از کمبودی مالیوی دست‌ها باعث بر آن شد که بارسا از برای لاوتارو مارتینز 111 میلیون یورو مصرف نکرد و منچستر یونایتد هم برای جیدان سانچو 120 میلیون یورو ارزانده ندانست، در حالی که کیلیان امباپه هم تا حال بدون تمدید شرطنامه نوین در پاریژ میماند. برنامه نوبتی ترانسفر در عمل باشد، چون هر وقت از گزارش‌های عملی شده خواهد گفت. خوجین کلان بازارهای فوتبالی و یا خود گیگانت در ترانسفرها این منچستر سیتی است که کلی بهترین ها را در ورزشگاه اتحاد سرجم نموده و گواردیولا به همتا مدام در منچستری پس از سال 2010 در انگلیا بزرگ از سرچشمه های طلایی شیخان عربی بهره میبرد. منچستر سیتی کلکه زیاده از 0.5 میلیارد در خریداری بازیگران نو مصرف نموده و در انگلیا کلی چیزها را تگی بغل کرده است. در قاره اروپا مغروری زیاد هم باشد برای شرف برآمدن نمیتواند. هرچند که بارسلونا و یوونتوس و پاریژ هم مشکلی زیل در لیگ قهرمانان دارند، در قیاس به این دسته ها تیم گواردیولا فشاری کم می‌بیند و تنها تعریف و توصیف زیاد، در حالی که با چنین ذخیره بزرگ هر وقت در عالی‌ترین سبقت‌های فوتبالی باشگاه عالم پیش پا می‌خورد. ولی بر زمین هر زمان در پرقوت کردن دسته خویش پول‌های زیاد مصرف می‌کند. همین تابستان هم گواردیولا حتی پس از آوردن ناتان آکی از بورنموث و فران تورس از والنسیا آرام نماند و 68 میلیون دیگر برای روبندیش از پرتغالیا از خزینه‌ها بیرون کرد. ماز در نتیجه همین ارتباطی ترانسفری نیکولاس اتامندی بر عوض 15 میلیون یورو به بنفیکا فروخته شد. پس از آنی که شهری‌ها در میدان خود 5 گل از روبهان خوردند، البته که خط دفاع را باید که پرقوت نمود و دیاش از بنفیکا آورده شده هم میتواند که در همین جبهه سینه سپر کند. بر زمین 68 میلیون یورو مصرف شده بر این حمایتگر مرکزی 23 ساله، همچنین شهری‌ها 3.6 میلیون دیگر در شکل علاوه پولا به بنفیکا پرداخت میکنند. اتامندی 32 ساله باشد. در نتیجه این ارتباط ترانسفری چطور گفتیم بر عوض 15 میلیون یورو به سمت برعکس فرستاده شد. تغییرات کلی در صف یوونتوس هم پس از بر سر قدرت آمدن پیرلو برحالا به چشم میرسند و این نوبت باشد لوکا پلگرینی به جنوا روان کرده شد. تورینیو این ایتالیایی 21 ساله را به گنویا به اجاره مولتش تا سنه 30 میون سال 2021 روان نموده. در موسم قبلی پلگرینی در 24 بازی سری آ 6 پاس گل‌آور ارسال همدستگان نموده بود. یادرس میکنیم که لوکا پلگرینی دستپرور روما بوده، همچنین در صف کالیاری هم بازی کرده است. از برآمد موفق فوتبال بازان افریقایی در انگلیا حتی تنبل‌ترین ها هم گفتند و با شروع سخن سری درخش افریقایی های پریمیر لیگ انگلیا همان زمان صلاح و مانه و اوبامیانگ و کانته به یاد می آیند. ولی بر زمین از کشور افریقایی به مثال تانزانیا کم اندر کم فوتبال بازان موفق را در وطن فوتبال می توان دید. بر زمین چنین کمبودی تانزانیایی های موفق البیون بورانی یگانه تانزانیایی کسبی وانا ساماتا از استون ویلا راه سمت فنرباغچه پیش گرفت و دیگر در عالی ترین دیویزیون فوتبال انگلیسی یگان نماینده کشور تانزانیا هم نماند. سروان 27 ساله منتخب تانزانیا با تیم ترکی شرطنامه 4 ساله امضا نموده و ویلا باشد ماه ینوار سال جاری گزارش کرده بود و در 14 بازی تیم سابقش تنها 1 گل زده بود. پاریس سن ژرمن باشد تا حال در بازارها پرقدرت است و مثل چنگکشک چیزی که سر راهش آمد فرو بردن میگیرد. پیشتر اگر تیم پاریژی فقط ترانسفرها با مبلغ 3 رقمه میکرد، اکنون دسته ناصر الخلایفی از لیگ دوم هم بازیگر میآورد. خریداری نوبتی پاریژ این دروازه‌بان الکساندر لتلی از لیگ دوم فرانسه می باشد که در گذشته دستپروری دسته پاریژی بود. این فرانسوی 29 ساله در موسم قبلی در صف ارلیان در لیگ دوم بازی نموده و PSG باشد، چون فوتبال بازی آزاد با قرارداد 1 ساله گزارش نمود. خود قضاوت کنید که بهر تیم اولی آوردن دروازه‌بان 29 ساله از لیگ دوم لتلی بهر دسته توخل چگونه مددرسان بوده میتواند. سیاست ترانسفری اینتر باشد به همگان روشن است. دیگران بهر آینده سازی دسته تلاش به خرج میدهند که هرچی بیشتر فوتبال بازان جوان دعوت به تیمشان کنند.
دسته چینی شهر میلان باشد مدام با پرکنی دسته با سابقه‌داران معروف شده است. اینترنشنال این نوبت برعکس خریداری تیم‌های بزرگی دیگر بازیگر جوان خویش حمایتگر اندره گراویون 22 ساله را به لریان روان کرد. این فرانسوی 22 ساله در لیگ یکم با اجاره دارای حق خریداری رهسپار شده. میلانیا همچنین خریداری تکراری گراویون را هم حفظ کرده‌اند. در موسم قبلی گراویون به طور اجاره در صف اسکولی برآمد نموده در مسیر 1112 دقیقه در میدان بودش هیچ عمل نتیجه بخش هم صادر نکرده است. خی پس از چنین امور بازیگران بزرگسالشان منفعت بخشترند. بر ضمن مغروری‌های خاصه دسته ابراموویچ در بازارهای تابستانی و پرقوت کردن دسته در مشکلات چشمرس همانا لمپارد جوان را دامن گیرند و یک مشکلات بزرگی که بودها این نبودی دروازه‌بان باوری بخش است. نواسته به آنکه گران ارزش‌ترین دروازه‌بان فوتبالی دنیایی هم در صف چلسی است ولی اشتباه‌های اخیر کپا نرخ این اسپانی را به قول یکتین کرده اند. ماز به همین خاطر سوداکاران چلسی با نیت‌های فوری به اعتدال آوردنی و زیبورانی اطراف شهری به دروازه‌شان باز هم روی به بازار آوردند و الکی راه حل مشکل را یافتند. راه حل مشکل دروازه‌بان سنگالی از لیگ یکم فرانسه ادوارد مندی است که الکی با نمایش مهارت در رفت تمرین‌ها خود پتر چخ را به وجه آورده است. خاورتس و ورنر البته که اولیند اما مخلصان چلسی ترانسفری دیگر را انتظار بودند. ترانسفری دروازه‌بان اولیه که میتواند کپا را عوض کند. خریداری سنگالی 28 ساله از رن فرانسوی بر عوض 24 میلیون یورو چون صاحب دروازه شدن دسته چلسی دانسته می شود. ولی سوال دیگر همین که چرا چلسی دروازه‌بان معروف وارد تیم نکرد. تابستان آوازها در خصوص به چلسی آمدن دروازه‌بان‌های چون اوبلاک، دوناروما، آنانا، هندرسون از منچستر یونایتد، نیک پوپ از بیورلی بودند. اما اشتیاقان نسبت سابق رقم یکی منتخب انگلیا جو هارت هم بودند ولی او را تاتنهام انتخاب کرد. اگر به معلومات‌های اتلتیک نظر افکنیم در تیم لندنی در خصوص خریداری دروازه‌بان‌های گران ارزش حتی فکر هم نکرده‌اند چرا که الکی کپا را خریدگی‌اند. خریداری گران کپا برای مالکان چلسی مقال مردمی کوری یک بار اسایش را گم می‌کند به یاد می‌آورد. همین طریق چلسی دروازه‌بانی از لحاظ بودجوی ارزان‌تر می‌خواست و مندی باشد با چنین طلبات‌های کبودا از کلی جهت درست می‌آید. از جانب دیگر خریداری مندی کاری اشتباهانه نیست. باشگاه سالیان زیاد این جانب بر رشد کسبی این دروازه‌بان سنگالی توجه می‌کرد و حتی 2 سال پیش از خریداری کپا ادوارد زیر نشان اسکاوت‌های چلسی قرار داشته بود. اون وقتا باشد مندی را تنها برای کرسی‌های احتیاطی در نقشه گرفته بودند. در مسیر چند موسم بعدی مندی تا سطح دسته اولین رن رسید. رن باشد در موسم قبلی موقع سوم گرفته به لیگ قهرمان‌ها را خط گرفت و مندی یکی از بهترین دروازه‌بان‌های چمپیونات فرانسه هم اعتراف گردید. اگر کلی کاری مندی در چلسی هم بالا رفتن گیرد پس با گران ارزش‌ترین دروازه‌بان دنیایی کپا اریزابالاگا میتوان ادیاس گفت. پس از سخن سر وضع احتمالی اطراف کپا میگذاریم به تحلیل وضع مشکلی اسپارتاک مسکو. ریکاردو اشگای بازیگری که میتواند قنات راست اسپارتاک را محکم نماید. ریکاردو اشگای در نظریه پرتغالیا چشم به حال مستیک شده عین حال 27 سال دارد. چون دستپروری اکادمی آوازداری سپورتینگ اشگای 12 سال در سیستم این تیم گذرانیده در هیئت اساسی موقع مستحکم پیدا نکردن نتوانست. ولی سال 2017 به صف براگا گزارش نمود و تا حال شرف سرخ سفیدها را حمایت میکند. اسلوب اصلی اشگای پیوست شوی به حمله، پایبازی جالب و گزارش سرعتناک از حریف می باشد، چیزی که عین حال برای اسپارتاک لازم است. عین حال ریکاردو اشگای 5 میلیون یورو ارزش داشته. راهبریت تیم براگ باشد میتواند او را بر عوض 8-10 میلیون یورو به فروش برآورد. همین طریق ریکاردو برای اسپارتاک از روی کلی جزئیات‌های خویش موافق آمده وابسته به معاش نه آنقدر زیادش برای مسکوگی‌ها خریدنش هم مشکلی نخواهد آورد. فرصت‌های اخیر برنامه را با گزارش جاروی ماریو پرسیازو از ناپولی به مدینا و آوازه‌های تا حال باوری بخش اطراف گزارش جیدون سانچو به منچستر یونایتد و اندرس پریرا برزیلی از ام یو به لاتزیو انجام می‌بخشیم. تا برنامه‌های دیگر تنصیحت بمانید.